سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم خیلی ساده و سریع VPN کینگ اسپید را روی گوشی‌های اندرویدی راه اندازی بکنیم. لینکی که بچه‌های فروش برای شما ارسال کردن رو باز بکنید، یه همچین صفحه‌ای میاره. این پنجره رو ببندید. این بالا اسم پروفایل شما رو نشون میده، حجم اکانت و زمان باقی مانده. اگر برنامه هیدیفای روی گوشی شما نصب باشه، این دکمه پاور رو وقتی بزنی خیلی سریع راه اندازی میکنه. به همین سادگی. اگر برنامه هیدیفای روی گوشی شما نصب نباشه، این پنجره رو میاره که این بیشتر رو اگر بزنید برنامه‌ای که با سیستم ما هماهنگ هست تا به شما نشون میده. پیشنهاد ما همین برنامه هیدیفای هست. اینجا کلیک بکنید. اینجا میتونید از سرور ما برنامه رو به صورت مستقیم بدون فیلتر شکن دانلود بکنید یا اینکه از گوگل پلی دانلود بکنید. هیچ فرقی نداره. برنامه رو دانلود و نصب بکنید و بعد از نصب فقط کافیه روی وارد کردن در برنامه رو کلیک بکنید. سیستم به صورت اتوماتیک پروفایل شما رو به برنامه اضافه میکنه. این بالا اسم پروفایل شما رو نشون میده، زمان و حجم مصرفی. این دکمه وسط رو که بزنید خیلی سریع به اینترنت آزاد شما متصل میشید. اینجا شما لیست پروفایلاتون رو میبینید که پروکسی ها همه وصل هستن. روی اولی که باشه خودش اتوماتیک به بهترین پروکسی نسبت به اینترنت شما متصل میشه، یا اینکه میتونید رو حالت دستی اینا را انتخاب بکنید. به صفحه اول برمیگردیم. اگر لازم بود آپدیت بزنید، این دکمه کنار پروفایل شما رو یک بار که بزنید پروفایل شما آپدیت میشه. این نوار سبز رنگ که میاد این پایین یعنی پروفایل شما آپدیت شده. اگر خواستید لینکتون رو آپدیت بکنید، پیشنهاد میشه که اول VPN خاموش بکنید، آپدیت بزنید و بعد دوباره روشن بکنید. پروکسی شما با هر بار آپدیت به روز رسانی میشن. بعد از اینکه اتصال شما به اینترنت وصل شد، پیشنهاد میکنم که به این صفحه دوباره برگردید. این صفحه رو ببندید، یک بار رفرش بکنید این صفحه رو. اتصال به تلگرام رو بزنید که عضو ربات ما در تلگرام بشید. اطلاع رسانی ها اینجا انجام میشه. اینجا میتونید مشخصات اکانت خودتون رو ببینید. دوباره به این برنامه برگردید و اینو ببندید. از این دکمه بیشتر میتونید عضو کانال ما بشید. آموزش ها همه اینجا هست. جوین رو بزنید و تمام. از اینترنت آزاد لذت ببرید. به امید روزی که به این برنامه ها نیاز نداشته باشیم. سپاسگزارم که از خدمات ما استفاده میکنید. خدا نگهدار.